سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر تلگرام رو محکم کردن. به فکر ما شما میدونن شاید که ندونین که چه خیره هوی کنیم. اگر کمی که تلگرام استفاده میبره من روی هوی کردنش یا برای پر کردنش نشانتون میدم. برای این میدونیم که جو در اومدن در کار پلی مارکت در اومدن در کار پلی مارکت نه بنویسین او و نه VPN VPN نه چی کردین؟ نه برامد یکم گیشتم بجیخین اما اوجه استانوید کردگی اینجا استانوید چی کردین؟ تمام نه کلیچ میکنین ما اوزی طرزی خوی کردن نشان میتونم چی کردن در کار من سیلکه شده تایی چی میمونم بدروین ایرس کچات کنین در تلگرام های او در کار میکنم نه میام سیلکه نیم کانال سیلکه شما میمونم گیرین کچات کنین نمیدم میدروی نمیدم اوجه ایکس کچات میشه وقتی چی میجیخی ما اوجه چی کردگیم با اصلا نمیدارم نشانتون میتونم چی باید کنین نمیجا سیمش ندارم ادی اینا باید چیکار کنیم باید این پیلوسا بجیخین نمیجا ده وقتی که شما سکچت کردین اوجه تلگرام اتونده میویا VPN open اینا نمی بکه که بجیخین نه دوبلون نه تلگرام دا بدروین تلگرام داکومنتس انا دا میدروی ما اینجا گرفتمش همینجا دا میویا میتونه شما چی کنین اول داتورش میجیخین تمام ما اومدم در اینجا موندگیمش تلگرام بدروی تلگرام داکومنتس اگر شما نفهمیدین کامنتاری دا بنویسین ان شاء الله که با ویدیو میکنم نشونتون میدم نمیدم میجیخی نه تور دا میجیخی وقتی در اومدین نه تور دا میجیخی تمام هاپا اینا автоматически подключается تلگرام دا بسیار باید بستین یک 2 minut 2 ساعت و با که در پناه الله باشین دعایت من دعا کنین و این را در همه برسانین که شاید یکم کسان بزن نیسته باشه میفهمم تلگرام هم قضوره که نمیتونم چیز سفشنوی را بخونم وقتی سکرت میچاید توی میکنی تو بسیار چیزهای بهترین داره ایسا اما یک فایده خلق تاجیک نمیرسه انشاءالله برادر رو پهن کنین این را تو که هم بفهمم جزاک الله خیرا عملش تطبیق عملش کدام است راستانه بگوید حکمت از حکمت زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم اخلاق پیغمبر چی بود بگوید عمل بالای قرآن در 23 سال عملا و امو زندگی رسول الله در کتب حدیث مدون شده علمای راسخین برای ما نقل کرده وقتی که در مسجد تو حدیث نباشه در مدرسه تو حدیث نباشه منطق و فلسفه تا 15 سال خوانده میشه من خودم این وقت سرم تیر شده دیگه همینجا شاگردار دور دادم و عالم بشناسی به الله قسم پیش الله رفته نیستی در یک الکلمتو دو مطالبه دور دادی در یک سبحانه ما عظم شانه فلسفی یونانی گرفتی طالب مغزش از بین بردی ولی نه در مدرسه و نصاب نه حدیث بود نه قرآن بود اینجا مردم آشنا شدم در اصول احکام میشناسن اینجا اینم برکتی همیسته کسی که میگه کسایی که متبعین کتاب الله و سنت رسول الله امو مردم است که به حدیث مردم سوق میده به حدیث مردم محبت میده که بیا از روز اول ما به حدیث پیغمبر آشنا باشیم چرا آشنایی پیدا نمیکنیم کدام معامله رو با کتاب الله کردیم در روز قیامت چی جواب داریم با کتاب الله جناب محترم تو را به الله قسم سخن الله چیست ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم روش ازواره که نپذیری از تو خوش نمیشه امروز روش کجا پذیرفتیم شعار منتخبین ما در انتخابات در ریاست جمهوری در کلش دعوتش چی هست بگوی تحقق دموکراسی چی را میگه حکمت مردم از طرف مردم بالای مردم منافات با اسلام داره یعنی که موافق با اسلام است بگوی منافات با اسلام داره اما نماینده تو میخیزه او علم برداری دموکراسی است تو چطور قرآن قبول داری ایمان به قرآن داری ایمان به قرآن داریم قرآن چی برات گفته یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء من دون الله چرا گرفتیم امروز چرا اولیاء گرفتیم ملت چرا ما بین خود بزنه چرا نمیشینیم علما را قدر دادی علما را موقع دادی حکم مقرر کرده گفته که با کتاب الله و ان تنازعتم فی شیء فردوه الى الله والرسول در کدام معامله ما با الله و رسول الله رجوع کردیم بگوی برام در بین خود میگذاریم فیصله الله فیصله رسول الله
فیصله رسول الله به خاطر است که و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى. از اون خاطر فیصله رسول است و کل مسائل خود حل کرده میتونیم. و تعجب میکنم که ما سنت رسول الله را و چشم سر میبینیم اما بازم چشم پرت میکنیم، میگیم که در مذهب ما نیست. از عالم پرسان میشه فلان مسئله چطور است، او میگه بله در حدیث است، خود مذهب ما نیست. این کلمه در کدام سرحد آدم میرسانه؟ بگو. بیایید از عناد کار نگیریم، از ضد کار نگیریم، برای دفاع کتاب الله و برای دفاع سنت رسول الله.